سلام، آیدا هستم، مدرس و مترجم زبان انگلیسی. خیلی خوش اومدیم به یه ویدیوی آموزشی فوق‌العاده پرکاربرد. امروز داریم درباره زمانی صحبت میکنیم که احتمالاً هر روز بدون اینکه حتی بهش فکرم بکنین ازش استفاده میکنین. زمان حال ساده یا simple present. مثلا هر روز صبح چه کاری میکنی؟ چه واقعیتی رو میدونی که همیشه درسته؟ این دقیقاً مفهوم همین زمانه. پس اگه تا به حال این سوال براتون پیش اومده که کی باید بگید I work به جای I'm working، جای درستی اومدین، بیاین تا ساده و راحت یادش بگیریم. Hey everyone, welcome back. Today we're talking about a tense you probably use every single day without even thinking about it. The simple present. What do you do every morning? What's a fact you know is always true? That's exactly what this tense is all about. So, if you've ever wondered when to say I work instead of I'm working, you are in the right place. Let's break it down nice and easy. What is the simple present? اصلا simple present یا زمان حال ساده چی هست؟ It's a verb tense used to talk about general truth, habits, routines, and fixed situations. Simple present یا زمان حال ساده یه verb tense که برای صحبت کردن راجع به general truth حقایق کلی، habits عادتها، routines کارهای روزمره and fixed situations و موقعیت‌های ثابت ازش استفاده میشه که حالا جلوتر همه رو دونه دونه توضیحشون میدم. How to form it؟ چجوری میسازیمش؟ For most subjects I, you, we, they and all plural nouns use the base form of the verb. برای بیشتر فاعل‌ها و ضمایر مثل I, you, we, they و تمام اسمهای جمع از شکل ساده فعل استفاده می‌کنیم. For example, I work, you live, we eat, they play. اما یه استثنا داریم. For third person singular, he, she, it, and all singular nouns add s or es to the base verb. اما استثنایمون چیه؟ برای سوم شخص های مفرد، ضمایر سوم شخص مثل he, she, it و تمام اسم های مفرد به فعلمون یه اس یا es اضافه میکنیم. For example, he works, she lives, it runs, the cat sleeps. خب یه important exception یا استثنای مهم داریم. verb to be، فعل to be is irregular، یعنی بی قاعده است، یعنی شامل این قاعده‌ای که الان گفتیم نمیشه. یعنی چی؟ یعنی برای subject I ما از to be verb am استفاده میکنیم، برای you, we, they از to be verb are استفاده میکنیم و برای subject های he, she و it از to be verb is استفاده میکنیم. حالا جلوتر دوباره همه رو دونه دونه توضیحشون میدم. main uses، کاربردهای اصلی simple present یا زمان حال ساده چیه؟ A. habits and routines، عادتها و روزمره های زندگی، روتین زندگی. things you do regularly، کارهایی که به صورت مرتب انجامشون میدین. For example, I drink coffee every morning، من هر روز صبح قهوه می نوشم. She goes to the gym on Monday، اون هر روز دوشنبه میره باشگاه. دقت کنید برای
سابجکت شی که third singular هستش ما از فعل goes استفاده کردیم، یعنی به فعل go یه es اضافه کردیم. She goes to the gym on Monday. Point، یه نکته. In simple word things that happen always, regularly, sometimes or never. به زبان ساده برای چیزهایی که همیشه، معمولاً، گاهی وقتا یا هرگز اتفاق نمیفته ما از simple present استفاده میکنیم. پس دقت کنید simple present رو ما برای چیزهایی استفاده میکنیم که همیشه، معمولاً، گاهی وقتا یا هرگز اتفاق نمیفتن استفاده میکنیم. B. General truth and facts. کاربرد دوم simple present برای بیان حقایق کلی و واقعیت ها هستش. For example, the sun rises in the east. خورشید همیشه از شرق طلوع میکنه. این یه حقیقت، یه فکته، یه general truth، یه چیزیه که یه چیز ثابت شده و مشخصی هستش. ما برای بیان همچین چیزهایی هم باز از simple present استفاده میکنیم. Or water boils at 100 degree centigrade. یا آب در 100 درجه سانتیگراد به جوش میاد. خب پس کاربرد دومش شد برای بیان حقایق کلی و واقعیت ها. C. Fixed schedules and timetables. Future meaning. برای اسکیجول ها، برنامه ها یا تایم تیبل هایی که فیکس شدن. تایم تیبل مثلا مثل چی؟ مثل اینکه مثلا تایم شروع حرکت مثلا اتوبوس یا رسیدن مثلا اتوبوس یا قطار یا هواپیما، اینها میشن جدولای زمانی. اینا برای بیان شما سیمپل پرزنت استفاده میکنیم، اما این کاربرد سیمپل پرزنت معنیش فیوچره، یعنی معنی آینده میده. جمله سیمپل پرزنته اما معنی فیوچر یا آینده هستش. For example, the train leaves at 6 p.m. tonight. قطار ساعت 6 عصر حرکت میکنه، اینجا رو ترک میکنه. Class starts at 9 tomorrow. کلاس فردا صبح ساعت 9 شروع میشه. پس سومین کاربرد simple present برای بیان fixed schedules and timetables که خاطرتون هست که گفتم که جمله، شکل جمله simple present اما معنی future یا زمان آینده هستش. سومین کاربردش states and permanent situations، یعنی حالت‌ها و موقعیت‌های دائمی. واقعیت‌های دائمی یا permanent situations به واقعیت‌ها یا موقعیت‌هایی گفته میشه که تغییر نمی‌کنن، مثل حقایق علمی، مثل شغل، محل زندگی یا عادت‌های همیشگی. به اینا میگیم permanent situation. For example, he lives in Paris. His permanent home is there. اون پاریس زندگی میکنه، محل زندگی دائمیش اونجاه. I work as a teacher. My profession. من به عنوان معلمم، به عنوان یه معلم کار میکنم. Profession، حرفه من معلم بودنه. پس اینا یه permanent situation هن، یه موقعیت های دائمی هن، یه state هن، یه حالت هن. پس برای بیان states and permanent situations هم از simple present استفاده میکنیم. Third person singular rules. یه سری قاعده و قانون برای سوم شخص مفرد داریم که اگر خاطرتون باشه توی چند صفحه قبل توضیح دادیم که تمام ضمایر در simple present بجز سوم شخص های مفرد وربمون به صورت بیس فرم میاد، یعنی فعل ما هیچ تغییری نمیکنه. اما برای سوم شخص مفرد مثل she, he, it و تمام singular noun ها، تمام اسم های مفرد، for example John, Tom, Sarah
my mother, my brother, my husband, my boyfriend, my girlfriend. تمام اینها سوم شخص های مفردن، اسم های مفرد هستن. پس برای تمام اینها ورب ما اس یا اس میگیره. حالا یه سری استثناء داره، گفتم اگه خاطرتون باشه اس یا اس بهش اضافه میکنیم. حالا میخوایم ببینیم چه جاهایی اس اضافه میشه، چه جاهایی اس اضافه میشه. Verbs ending in a s sound like kiss, miss, use verb plus es. یعنی ورب های فعل هایی که به صدای اس مثل kiss, miss ختم میشن وربمون اس میگیره، اس خالی نمیگیره. الان شما تصور بکنید که ما بعد از کیس دوباره یه اس بهش اضافه بکنیم. خب 3 تا اس پشت سر هم نه، اشتباه میشه. پس ما یه اس بهش اضافه میکنیم. kisses, he misses his wife. And verbs ending in a y preceded by a consonant, spy, fly, y becomes ie. ورب هایی که به یه وای که دنباله یه کانسونانت اومدن، یعنی بعد یه کانسونانت ما وای داشتیم، وای تبدیل به آی ای میشه. حالا برای اینایی که نمیدونن کانسونانت چیه، ما توی زبان انگلیسی کانسونانت داریم که میشه حروف بی صدا و واول داریم که میشه حروف صدادار. حالا حروف صدادار چیا هستن در زبان انگلیسی؟ بذارید من اینجا براتون بنویسم. حروف صدادار در زبان انگلیسی A E، ببخشید خیلی بد میشه، U O، I'm so sorry، O and I. اینا میشن حروف صدادار یا واول ها. تمام حروف دیگه بجز این 5 تا میشن کانسونانت، مثل B، مثل C، مثل P، مثل F، مثل L، مثل Y. تمام اینها حروف، مثل W، تمام اینها حروف جزء کانسونانت ها هستن و حروف بی صدا به شمار میان. حالا پس اینجا یه بار دیگه، وقتی که وربمون، فعلمون به یه وای که بعد از یه کانسونانت یا حرف بی صدا اومده باشه، مثل سپای، فلای، برای اینکه بهش اس اضافه بکنیم چیکار میکنیم؟ وایو حذف میکنیم، وایو حذف میکنیم، یه آی ای اس بهش اضافه میکنیم، وای تبدیل به آی ای میشه. He spies on his neighbor. جاسوسی همسایش رو میکنه، اون جاسوسی همسایش رو میکنه. پس spy تبدیل شده به این، وای حذف شده، IES اضافه شده. Simple present in question. حالا simple present یا زمان حال ساده رو چجوری سوالش میکنیم؟ First and second person singular form and all plural forms. برای اول شخص و دوم شخص مفرد و تمام ضمایر جمع و تمام شکل‌های جمع ما از do plus subject plus verb استفاده می‌کنیم. For example, do I need a ticket? Do subject verb. Do I need a ticket? به بلیط نیاز دارم. من به بلیط نیاز دارم. خب for third person singular form برای سوم شخص مفرد دوباره ما استثناء داریم، یعنی دیگه از do استفاده نمی کنم، به جای do از does استفاده می کنم. Does subject verb. Does it work on batteries؟ با باتری کار میکنه. Does it work on batteries؟ حالا یه نکته، مگه اینجا سابجکتمون it نیست؟ it مگه سوم شخص مفرد نیست؟ چرا وربمون s یا es نگرفته؟ خب وقتی توی سوالی، توی question و نگاتیو منفی ما از does برای third person singular یا سوم شخص مفرد استفاده میکنیم،
دیگه وربمون اس یا ای اس نمیگیره، چون این دازه داره مشخص میکنه، داره اون عمله رو انجام میده، اون مسئولیت رو انداختیم گردن این دازه، پس دیگه وربمون به صورت ساده میاد. Simple present in negative form. شکل منفی simple present یا حال ساده به چه صورته؟ ما چجوری جملمون رو توی simple present منفی میکنیم؟ The negative is formed with. شکل نگاتیو یا منفی به این صورت ساخته میشه. Subject plus do or does plus not plus base verb. فاعل به اضافه یه دو یا داز بسته به سابجکتمون، بعد یه not اضافه میکنیم و بعد فعلمون به صورت ساده بیس ورب میاد. پس توی نگاتیو هم مثل question ورب ما دیگه اس یا ای اس نمیگیره برای سوم شخصا. حالا چه زمانی از do not یا don't استفاده میکنیم؟ برای ضمایر یا سابجکت های I, you, we و they. خب does not یا doesn't چطور؟ he و she و it و همونجور که خاطرتون هست تمام سوم شخص های مفرد my mother, my father, etc. Point. When using does not or doesn't, the main verb goes back to its base form infinitive without s. خب همین نکته که توی صفحه قبل برای question توضیح دادم، زمانی که از doesn't یا does not استفاده می کنیم برای نگاتیو فرم، مین وربمون یا ورب اصلیمون برمیگرده به شکل بیس فرمش، یعنی به شکل سادش. چرا؟ چون این doesn't، does not یا doesn't کار اون سوم شخصه رو کرده، مشخص کرده که این سوم شخص دیگه وربمون دیگه اس یا ای اس نمیگیره. infinitive without s، مصدر بدون s، یعنی بیس فرم شکل خالی فعل، مثل know، مثل have، مثل go، مثل open، close، watch یا هر چیز دیگه. پس وربمون به شکل بیسش برمیگرده. For example, I don't know the answer. I don't know the answer. جوابو نمیدونم. خب don't اومده. چرا؟ چون سابجکتم آیه. My phone doesn't have a good camera. گوشی موبایل من دوربین خوبی نداره. doesn't have، doesn't اومده. الان my phone، اگه من بخوام به جای my phone یه ضمیر بذارم چی میذارم؟ it میذارم. it چی بود؟ سوم شخص مفرد بود، درسته؟ پس باید وربمون s یا es بگیره، یعنی در این حالت حالا have به خاطر اینکه irregular هست شکل سوم شخص مفردش میشه has. مثلا باید میگفتم my phone، اگه منفی نبود میگفتم my phone has a good camera. گوشی موبایل من دوربین خوبی داره، ولی میخوام منفیش کنم، پس چیکار میکنم؟ یه doesn't یا does not میارم، دیگه از has استفاده نمی کنم که چرا؟ چون دیگه doesn't آوردم. پس has میشه have. doesn't have a good camera. The store doesn't open until 10 a.m. مغازه یا فروشگاه تا ساعت 10 باز نمیکنه. doesn't open. اگر بخوام به جای the store یه ضمیر بذارم چی میذارم؟ it میذارم. پس دوباره مثل بالا doesn't open until 10 a.m. رسیدیم به بخش تست. چند تا تست آماده کردم برای اینکه کامل براتون simple present جا بیفته. Choose the correct form of the verb in the simple present tense. خب میگه که جواب درست رو برای زمان simple present پیدا کنید. She to work by bus every day. اون هر روز با اتوبوس میره سر کار. خب she چیه؟ سوم شخص مفرده. خب برای سوم شخص مفرد یا third person singular از چه وربی استفاده می کردم؟ verb plus es or es، یعنی وربی که فعلی که s یا es بگیره. پس جواب درست میشه، اجازه بدین، جواب درست میشه goes. Number 2. They
plays playing football every weekend. اونها هر آخر هفته فوتبال بازی میکنن. خب ضمیرم چیه؟ سابجکتم چیه؟ they پلورال بود. ما گفتیم برای تمام اسمهای جمع، ضمایر جمع، همه ضمایر به جز third person singular ما از base verb استفاده base form of verb استفاده میکنیم، شکل ساده فعل استفاده میکردیم. پس plays درسته، play درسته یا playing؟ Exactly, play. Number 3. My brother coffee, he prefers tea. برادر من قهوه دوست نداره، چای رو ترجیح میده. خب my brother اگر بخوام به جاش یه ضمیر بذارم چی میتونم بذارم؟ he چی بود؟ third person singular یا سوم شخص مفرده. خب برای سوم شخص های مفرد از doesn't استفاده میکردم یا don't؟ معلومه دیگه از doesn't. Choose the grammatically correct sentence in the simple present. جمله‌ای که از لحاظ گرامری درست باشه به زبان در زمان simple present یا حال ساده رو پیدا کنید. He work in a bank. He works in a bank. He is work in a bank. خب این که کلاً غلطه. حالا توی درس‌های آینده توضیح میدم که چرا این غلطه. He work in a bank. He works in a bank. خب ضمیرمون چیه؟ سابجکتمون چیه؟ he third person singular، پس verbمون میشه works. Do they live in London? Does they live in London? Are they live in London? خب سابجکتمون چیه؟ they. خب برای سوالی کردن simple present زمانی که سابجکتمون سوم شخص مفرد نباشه از چی استفاده میکنیم؟ از do یا does؟ از do. پس میشه Do they live in London? A is the correct answer. Water boils at 100 degrees Celsius. Water boil at 100 degrees Celsius. Water is boiled at 100 degrees Celsius. کلاً غلطه. خب water چیه؟ اگه بخوام به جای ضمیر بذارم چی میذارم؟ pronoun بذارم به جای water چی میذارم؟ it میذارم. it چیه؟ third person singular. So the correct answer is A. خب به پایان ویدیو رسیدیم. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودین. امیدوارم که حسابی سیمپل پرزنت براتون جا افتاده باشه. تو روزهای آینده مباحث گرامری دیگر رو درس خواهم داد. ممنون میشم که اگه دکمه سابسکرایب رو بزنید. اگر سوالی هم داشتید حتما توی کامنت ها بپرسین، قول میدم که حتما جوابشون بدم. و اگر مشکلی داشتید مبحث گرامری بودش که بلد نبودید و دوست داشتید که توضیح بدم، لطفا توی کامنت ها بنویسید. روز یا شب خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.